мехргон дар радифи пуршкӯҳтарин ҷашнвораҳои аҷдоди мардуми форсизабон қарор дошта аз замини дурадури таърих манша мегирад. дар муассисаи таҳсилоти иловагии рақаме ки шаҳри Панҷакент озмуни Тирамоҳи заррин бахшида ба яди мехргон дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор шуд. сарвари муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 Нарзило Беков чорабиниро ифтитоҳ намуда мақсади гузарондани озмунро баён намуд. омӯзгорони муҳтарам, چخیلی که با همگون معلوم است امروز در تمام شهر ولایت آزمونی تیراماهی زرین بخشیده به جشن مهرگان تشکیل و گذرانده شده است. اوید به تشکیل و گذراندن آزمونی ولایتی تیراماهی زرین طبق فرمایش سردار ریاست معارف ولایت باید که در سنه 28 اکتبر سال 2020 در قصر فرهنگ ناحیه مسجد جشن مهرگان ولایت تشکیل و گذرانده شود. در این اساس فرمایش مدیر شعبه معارف از 15 اکتبر سال 2020 تحت رقم 120 اوید به تشکیل و گذراندن آزمون شهری تیراماهی زرین تشکیل و گذرانده شده است. همه شمایان عزیزان را بخشیده به عید مهرگان تبریک و مبارکباد میگویم. طبق نظامنامه آزمون ولایتی تیراماهی زرین که از طبق فرمایش سردار ریاست معارف ولایت تشکیل کرده شده است، شرط‌های آزمون چنین است: یکم، تشکیل نمایش از موادهای طبیعی، نمونه‌ها از موادهای کشاورزی، گربری‌ها، 2 عدد استند و لوحه‌ها بخشیده به فعالیت ناظران ثبت، نمودهای لانه‌چه‌های خودساز خوانندگان، آلبوم‌ها، صورت‌های رنگر، استفاده موادهای ویدیویی آن با کامپیوترزارکنی و محافظت زیست. دوم، سوال و جواب از فن‌های طبیعت شناسی، بیولوژی، اکولوژی. سوم، حمایه رساله و رفرات‌ها در ورق‌های چاپی آید به موضوع محیط زیست و اکولوژی. در وقت جنبست هر یک مؤسسه یا خوانندگانی که از نمودها جای اول را اشغال میکنند با افتخارنامه شعبه معارف و مکافات‌های محیط زیست شهر قدردانی کرده می شود. من حاضر به شمایان هیئت حکمان که طبق مقررات پیشنهاد کرده شده است اعلام میکنم. هیئت حکمان: نبیو کارمند حفظ محیط زیست رئیس حکمان، حامدov کاملجان ناظر شعبه معارف جانشین رئیس حکمان، ملیف ناظر شعبه معارف اعضا، عزیز و یاقوتای مدیر شعبه مؤسسه تحصیلات الهوایی رقم 1 اعضا، شکورov مشاور شعبه معارف اعضا، رجبov ناظر شعبه معارف اعضا. و همه اشتراکیان خواهش کرده می شود که در وقت گذراندن و تشکیل نمودن آزمون و ترتیب مقرر رعایت نموده آداب و اسلوب هر یک خواننده در دوره گذراندن چهارمین به حساب گرفته می شود. اوید به سوال و جواب: کدام خوانندگانی که به شرط دوم آزمون اشتراک میکنند در حجره سیمی مؤسسه تحصیلات الهوایی جای مقرر کرده شده است، خواهش میکنم به همونجا درآیند. حمایه رساله و رفرات‌های هم در اتاق علاوه با اشتراک هیئت داوران تشکیل و گذرانده می‌شود. سپس آزمون تیراماهی زرین از روی 3 شرط آغاز گردید. در هفته آزمون اشتراکچیان محصولات‌های به نمایش گذاشته را شرح داده به سوال‌های هیئت حکمان پاسخ دادند و همزمان رساله و رفرات را پیشکش هیئت حکمان کردند. در آزمون نماینده‌های شعبه معارف حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент بخش حفظ محیط زیست اشتراک داشتند و شاهد هنر و مهارت اشتراکچیان گردیدند.
موسیقی شادی دل است. حاصل فراوان زندگی آسان، حاصل فراوان زندگی آسان، تحسین و احسان بر مردی دهقان، تحسین و احسان بر مردی دهقان. ایدی مهرگان ایدی حاصل است، ایدی مهرگان ایدی حاصل است. رقص و موسیقی شادی دل است، رقص و موسیقی شادی دل است. انگور برای کسری قند دوا است. انگور در دور انگور بسیار ویتامین ها وجود دارد. انگور را ما بسیار استفاده میبریم. انگور و میوه های تر داخل می شود. شلغم به گروه سبزیجات ها داخل می شود. شلغم برای سلفه دارو می باشد. اگر ما شلغم را از تراشک تراشیده و گله‌مان بندیم، سلفه را نصف نابود می کند. انار را ما شاه میوه ها می گوییم. انار در درونش ویتامین های گوناگون دارد. اگر ما آن را خوریم به کسلی های سلفه، قند و کسلی های خون فایده می بخشد. ما باید انار را زیاد خوریم به خاطر آنکه به سلامتی ما فایده دارد. سبزی به ارگانیسم انسان تیاری می رساند. در درون سبزی ویتامین های زیاد وجود دارند. اگر ما سبزی را استعمال کنیم قدمان دراز می شود. با سالمش داری و بیرال از جسم مردم، شفات بحری مردم، اهلانه مهنت کنیم، باغ و تاکداری کنیم، کارخانه و زواد را با مردم تامین کنیم. ملیکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد، خز به جای ملهم و خرگاه، بدلی باغ و بوستان آمد، مرد به جای سوسن آمد باز،
مای با جای سوسن آمد باز تو جوان مرد و دولتی تو جوان مای به بختی تو جوان آمد. دسته طبیعت دوستان آماده ایم به مهرگان نعمت های طبیعت آورده ایم به همت اناری دانه دانه سیب و مورد یگانه لعلی یک دانه آریم میوه های خوش داریم میوه های پالزی همچو گیاه درمانی تربوز و خربوز داریم خیل های کدو داریم. من انگوری شیرینم غذای بسیار دارم پایه پیچان دارم برگ 5 شکل دارم در ساحه صناعت مردم شدن عادت زبی خانی مردمش مویزش جسم خون است. قلمفور بلغاری مکانش را میدانی امریکای مرکزی آسیا جنوب و شرقی هم بحر میانه زمین خاصیت این را بین جشن مهرگان عید حاصل است رقص و موسیقی شادی دل است حاصل فراوان زندگی آسان تحسین و احسن به مرد دهقان. ما غنچه های باغ تو هستیم تو گل فشانی ما گل پرستیم باشی سرآزاده تاجیکستان تاجت به سر باده تاجیکستان باشی سرآزاده تاجیکستان تاجت به سر باده تاجیکستان تو آسمانی ما اخترانت اختر فزون با در آسمانت آسمانی ما اخترانت اختر فزون با در آسمانت باشی سرآزاده تاجیکستان تاجت به سر باده تاجیکستان باشی سرآزاده تاجیکستان تاجت به سر باده تاجیکستان. السلام علیکم داوراні محترم. با دستگیری شعبه معارف شهر پنجکین امروز آزمون تیراموҳи заррин برگزار گردیده ایستاده است. ما خوانندگان از آن شادیم که در این آزمون اشتراک می‌ورزیم. در اینجا سبزوات‌ها و رستنی‌هایی که در زمین مؤسسه ما پرورش کرده شده است تحت نمایش شما گذاشته ایم. چطوره که با دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سال 2019 و 21 همچون سال رشد سیاحی دهات و هنرهای مردم اعلان کرده شده است. در اینجا هنرهای خوانندگان نیز تحت نمایش شما گذاشته ایم. غله‌دانه هایی که در خود شهر پنجکین پرورش کرده می شود تحت نمایش شما گذاشته ایم. در اینجا گربریه ها داریم که این رستنی ها و درختان در باغ خود مکتبمان پرورش کرده می شود. در اینجا نامنویس کرده شده. رستنی هست یگانه نمیکنیم بهانه همیشه میکنیم ما محافظت رستنی تیرماه فصل دلارای زمین میوه های روی خانش زرحلین رنگ مانند خورشید جهان بس که چون خورشید باشد جاویدان. Солнце лучи благодатны в краю родном, сердце песни свободы стучит, и любви своей песню поем.
родились не поздно и не рано. В мирный час совершенных славных лет и живем сыны Таджикистана, веря в будущее всех его побед. Унылая пора очей очарований, приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я песни природы, увидание в багре золото одетые лица. В их синях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волностью покрытые небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные зимой весны угрозы. ای آفتاب تابان بشنو سلامی ما را، زین خاک تا به کیهان بشنو سلامی ما را. السلام علیکم داوران گرامی و آموزگاران عالی قدر. چون هر وقت امسال نیز عید مهرگان در تاجیکستان عزیز ما با تنتنه تجلیل کرده می شود و ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 خیلی شاد از آن هستیم که در این آزمون شرکت می‌ورزیم و خیلی که چون نمودهای سبزوات ها را ما پیشنهاد می‌نماییم و همه این سبزوات و خورش‌هایی که می‌بینید محصول دست دختران مؤسسه ما میباشد و لانه ها نیز محصول دست خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 1 است. شهرت بسیار دارد تیرماه، نام لنگردار دارد تیرماه، دست بالا، روی خندان، چشمی سه، دامنی پربار دارد تیرماه. از مؤسسه تحصیلات ایلوگی رقم 2 جماعت دهات لایق شرالی دوستان از تاجیکستان از دیاری ما سلام، از تمامی وادی‌های فیضباری ما سلام. این سلامی که رسیده است از دل اهل هنر، این سلامی مردمی با کار خود صاحب ظفر. اینک ما از مؤسسه تحصیلات ایلوگی رقم 2 به اینجا یک برنامه خردکه که در وصف آزمونی تیرماهی زرین آماده نموده ایم و میخواهیم به وصف شما پیشکش نماییم. سیب را قریب در همه جای کشور پرورش می‌نماییم. اساساً سیب 7 نمون میشود. در ترکیب سیب کلسیم، مگنی، اینچنین روغن ایفه میباشد. اینچنین سیب ویتامین اس داره و درد شکم خیلی دوام میبخشد. من که کارتوشکا هستم، خیلی بولذت هستم. غذای من پرقوت، من دومین نان هستم. من کارتوشکا میباشم. در ترکیب من روغن ایفیل، سفیدک، رخمل و نمک‌های مینرالی وجود دارند. من کرمی سبز و تر، دوای درد جاغر، از من خورش ها پزید، لذیذترم لذیذتر. من کرم میباشم. من از ویتامین های اس و دی، کلسیم و مینرال ها بای هستم. استعمال کرم را من به کلانسالان خورسالان توصیه میدهم که دغمه ها از کرم خوراک های با لذت، خورش های گوناگونی هر روز و زمستانه تیار میکنند. شفتالو در وطن ما فراوان است. آن در ترکیب خود ماده های فایده آور بسیار دارد. شفتالو در ترکیب خود کسلاته های سیب، شراب، لیمو، کیوی و اینچنین میکرو المنت های آهر، سفیده
магний, кальцийро доро мебошанд. Ба ғайр аз моддаҳои номбурдашуда, шафтолу дар таркиби худ боз витаминҳо дорад. дар шафтолу витамини S ва гурӯҳҳои B, V ва P-ро доро мебошад. ман ба шумо хӯридани шафтолуро тавсия медиҳам. و در اینجا ما در بانر رو آماده ساختیم که پیشکش شما می‌نماییم. این از برگ زردآلو آماده شده است و این باشد از چرمه است. در اینجا از برگ آلبالو ما بانر آماده کردیم. این باشد برگ درخت توت و این باشد از درخت لاک آماده ساختیم. باز دیگر نمودهای بانر ها ما آماده ساختیم که پیشکش شما می‌نماییم. салому дуруди саршов аз муҳаббати оламгир баҳри тамоми шумо ҳозирини гиромӣ. мо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 71 тасмим гирифтаем ки дар озмуни тирамоҳи заррин иштирок кунем ва ин ҳамаи инҳо яъне ки чизҳои тайёркардаи хонандагон мебошад, маҳсули дасти онҳо ва боз мо гирем мо аз яъне ки аз меваҳои гуногун ва сабзавотҳо ҳама гуна хӯришҳоро тайёр намудем ва боз мо гирем аз сабзавотҳо консерваҳо тайёр кардем ва боз аз меваҷотҳо бошад орошҳои гуногун тайёр намудем. таъсиротҳои худро аз озмун омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ чунин баён намуданд. ман аз муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 2 ҷамоати лоиқ шаралӣ элмурод ва ҷонона мебошам. мо дар ин ҷо озмуни тирамоҳи заррин оиди тирамоҳи заррин маводҳои меваю сабзавотҳо овардем. мо мехоҳем ки аъзоёни маҳфил бо ин чизҳо шинос шуда аз дастовардҳои кишвари мо бохабар бошанд. омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 улуғбек ҳусейнзода ҳастам. имрӯз мо бо ҳамроҳии як зумра хонандагони муассиса ва омӯзгорони дабистони 71 тасмим гирифтем ки дар озмуни тирамоҳи заррин иштирок намоем ва имрӯз он маҳсулотҳое ки аз ҷониби хонандагони муассисаи мо дастрас шуд омода карданд ва инҷо ба маърази тамошо гузоштем ва аз ҷониби аъзои ҳакамон албатта баҳои баланд гирифтем ва мо минбаъд низ бо ҳамроҳии хонандагон кӯшиш мекунем ки дар чунин озмунҳои ки аз ҷониби ҳукумат супориш мешавад фаъолона иштирок варзем ва баҳри пешбурду гулгулшукуфоии тоҷикистон саҳми арзанда ва боризи хешро гузорем. малико ҷашни мехргон омад. омадани мехргон ба ин даргоҳи муқаддаси панҷакенти кӯҳан як идеи бузургест. мо имрӯз дастаи табиатдӯстони муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 3-ро дар имрӯза ҷамомат аз маводҳои кишоварзие ки ранҷу меҳнати деҳқони асил аст омода сохтем ва албатта гузарондани ин чорабинӣ як ид аст. барои дастболо шудан дар ин чорабинӣ ҳар кас мекӯшад дастболо шавад ва ғолибият муяссар гардад.
و میتواند نام مؤسسه نام شهر خود را به عرصه بلند بردارد. من جویرای و موزنا آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 در امروز آزمون ایدی مهرگان بخشیده به سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده. از روی طلبات داده شده ما در اینجا سبزوات‌ها و میوه‌جات‌ها را جمع‌آوری نموده و غالبیت امید داره. من آموزگاری تحصیلات میانه عمومی رقم 29 سعید و مولوده امروز با تشبث شعبه معارف مؤسسه تحصیلات علاوگی رقم 1 در شهر پنجکند آزمون تیراموهی زرین بخشیده به ایدی مهرگان و بخشیده به محافظت محیط زیست بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برگزار شده است که خوشبختانه در این آزمون مکتب میانی رقم 29 هم اشتراک دارد. در آزمون ما سبزوات، غله‌دانگی ها، میوه هایی که در باغ مکتب میانی رقم 29 پرورش کرده می شود به نمایش گذاشتیم و آن محصولات هایی که در اینجا نشان داده شده است برای زمستان ذخیره شده است که در مؤسسه برای کودکان خوراک نیز میپزند. السلام علیکم محترم استادان، خوانندگان. خیلی که همه شما میدونید روز عید مهرگان در سراسر جمهوری عزیزمان قید کرده می شود. روز عید مهرگان این جمع آوری حاصل دهقان است. خیلی که میگویند دهقانان چقدر حاصل می‌دارند و محصول دست دهقان است این حاصلایی که ما دیده ایستاده ایم. من از نام خودم از نام رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و آن نفرانی که این چهاربینی را تشکیل نمودند عرض سپاس می‌نمایم و به همه شما روز عید مهرگان را مبارکباد نموده موفقیت تنی صحت خاطر جمع برای کار آرزو می‌نمایم. عیدتان مبارک حاضرین گرامی. نماینده شعبه معارف علیشیر احمدریبوف آزمون را جنبست نموده غالبان را با تحفه از جانب شعبه معارف و کمیسیون حزبی خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند سرفراز نمود. اطمینان کامل دارم که چهاربینی تحت سرپرستی مؤسسه تحصیلات علاوگی شهر و تحت راهبری داوران این چهاربینی در سطح دخدار تشکیل و گذرانیده شده است و همین آن نفرانی که در همین چهاربینی اشتراک کردند سزاواری مقام‌های ارزنده گردیدند. افتخارنامه مکافاته می شود. عثمان و شهزاده مکتب تحصیلات میانی رقم 1 برای اشغال جای یکم از بخش سوارجو در آزمون تیراموهی زرین بخشیده به عید مهرگان سالهای 2019-2021 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان سزاوار گردانده شد. جای دوم رحیمزاده سودابه. جای سیوم ملایف محمد جان. ملایف از بخش رفرات ها بحری صاحب جان مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 1. ایمتوبه صبرینا مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 3 جای دوم. جای سیوم امینم جلشار مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 15. اوید به نمایشگاه با دسته مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 1 برای اشغال جای یکم از بخش نمایشگاه. جای دوم مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 3. جای سوم مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 34. آیلی جنبستی تمام نمودها افتخارنامه مکافاته می شود و دسته مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 1 برای اشغال جای اول بخش خدمت شده.
مدرسه مکتب تحصیلات افتخارنامه مکافات می شود. مدرسه مؤسسه تحصیلات علاوگی رقم 2 برای اشغال فعالانه. ایشانپور و مهران برای اشتراک فعالانه. مدرسه مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 29 برای اشتراک فعالانه. مدرسه مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 15 برای اشتراک فعالانه. استادان و آموزگاران مؤسسه تعلیمی، خوانندگان عزیز، بار دیگر همه شما را جهت اشتراک و چهاربینی تیراماهی زرین مبارکباد میگویم. من گمان میکنم که سال تحصیلی نو که جریان دارد با تشکیل و برگزاری های سلسله آزمون ها در دایره اعلام شدن سالهای 2020-2040 سالهای رشد فنهای طبیعت شناسی ریاضی و دقیق ادامه می‌یابند و ما با همه آموزگاران و خوانندگان در جاده تحصیل، در جاده اشتراک در چهاربینی‌های سطح شهری و ولایتی و جمهوری برای کامیابی‌ها می‌خواهیم و اطمینان کامل دارم که امروزه دستاورد شما برای آینده شما، برای معرفی سازنده فعالیت شما یک قدم مهم خواهد بود. در این جاده برای همه خوشبختی‌ها و کامیابی‌ها و فتح قله‌های بلند را تمنا دارم و من اطمینان کامل دارم که شاگردان دبستانی ما در چهاربینی سطح ولایتی نیز اشتراک کرده اعتبار و شأن و شرف معارف شهر پنجگین را بالا می‌برند. تشکر می‌کنم.